ادامه برنامه‌های رادیوی فرهنگ به افتخار 675مین سالگرد بزرگداشت کمال خوجندی. شنونده های عزیز، حالا گفتار دوم را از سلسله خوانش بدیعی از روی رمن نویسنده اعظم صدقی پیرهی قسمت در قرائت عبدالقادر منیازف شنوید. پدرم به حوله دوست خود آمده او را نیافتند. روزی اولی صحت یافتنش به سرتراش خانه رفته است. پدرم اسب را به سیز خانه بسته به کوچه برآمده دیده اند که دوستشان در نانوای خانه محله با نانوای ها صحبت کرده نشسته است. بعد احوال پرسی پدرم را به حوله بردنی می شود، اما آن کس راضی نمی شوند. ظرافتگویی و اسکیه پردازی اهل صحبت را دیده به شوق می آیند پدرم و آنجا می مانند. همین وقت همان مردی در تاکزار دچار شده نانخری می آید. نان را خریده پولش را می دهد و وقتی رفتن به نانوای پدرم را نشان داده می پرسد: همان مرد خوش صورت کیست؟ آن کس خواجه عبدالله سخی، نخود نشناسید؟ مرد دست و پایش سست شده به لب صوفه پیش نانوای خانه نشسته می ماند. به شما چی شد برادر؟ خدا از تار و تپه ام زد، لعنت به دست کوتاهی. از ناچاری به باغ همین شخصی معتبر در آمده انگور دزدیدم، آورده فروختم. می دانید به وی دروغ گفتم، با این همه وی مرا شرمنده نکرد، بلکه به کارم یاری داد. کجاوی انگور را دو کسه به خر بار کردیم. مصلحت دهید چطور از وی عذر پرسم، در نزد مردم یا در تنهایی؟ شما برای دو تا وقتی بازگشت او را نگران شوید. مصلحت داده از صاحب نانوای خانه. برابری دوچار آمدن تعظیم کنید، به وی اصل واقعه را فهمانید. شاید دستی کوتاه شما را وی دراز کند. مرد از روی مصلحت عمل کرده در سری راه به پیش پای اسب پدرم زانو زده بخشش پرسیده است: بخیزید، آدم خود را به زمین نمی زند. گفتند پدرم: در دنیا کاری یک اسبه به 100 اسبه می افتد و کاری 100 اسبه به یک اسبه. خدا می داند که آخری عمر احوال ما و شما چه می شود. 100 شکر گویید که جسارتی به گناه خود اقرار شدن را پیدا کرده اید و از کرده پشیمان شده اید. دوستی پدرم بعد شنیدن این حکایت گفته است: حیفا که من شاعر نیستم، وگرنه در ستایش شما قصیده می نوشتم. شکری بی حد که شما شاعر نیستید، وگرنه خیر و سخاوت مرا به قلم داده مرا به شهرت پرستی می برآوردید و خود را به مردم طمع کار نشان می دادید. من چند نفر را می دانم که امروز ساقی را تعریف می کنند و باقی را مذمت، فردا چون باقی به سری عمل آید ستایشش می کنند و سنگ ملامت به سوی باقی هوا می دهند. استاد ببخشید، من آنها را در نظر نداشتم که هر سری وقت پوست عوض می کنند. پوست عوض کنند شاید تنشان از چرک طمع تازه شود. شاید استاد چرک باطن را چنو باید تازه کرد. باطن دست نارس، آن را تنها غذای معنوی می تواند پاکیزه نگه دارد. 100 افسوس که بسیاری از انسانیت از چنین نعمت گرانبها محرومند یا بضاعت کذایی ندارند و از همین باعث
به قدر زندگی نمی رسند. مسافران غریبی های شام به استراوشن رسیدند. در کاروانسرای لب سای منزل کردند. اسبها را از عرابه برآورده به ستون آخرهای دراز بستند. اسبها 1.5 ساعت قنطر ایستادند. چون عرق بدن آنها خشک شد، تصفی راه از تن برآمد، به سای برده آب دادند و به آخرها بیده انداختند. سرایبان خبر داد که 1 دیگ پلوی دم است، اما آشخور نیست. آنهایی که آش فرموده بودند از دیهات نه آمدند. سحری رفته بودند و از آنها درک نیست. خوب کردم که به آش از گفته آنها قریب 2 ساعت دیرتر دم پرتافتند، وگرنه کهنه دم و لنج می شد. افسود سرایبان: اگر شما اشتیاقی آشخوری نداشته باشید، من دیگی پلو را به شربت خانه می برم. آنجا آشخور یافت می شود. خدا پلوی تیار می رساند و ما روی می گردانیم مگر؟ گفت مردی 4 پهلوی جامه ابر استر پوش. کفران نعمت می شود. همه دست شسته زودتر بیایید که آش خنک نشود. مسافران به لب سای رفته دست روی شسته آمدند. به کوفت راه و خستگی خود نگاه نکرده 2 طبق کلان آش پلوی سرگوشت و سر روغن را خوردند. از آشخوری مسافران سرایبان به ذوق آمده گفت: هرچی شما آشخور بودید. بعضی ها پلوی استراوشنی می فرمایند و اما نمی دانند که پلوی استراوشنی را با دست گیرید از بین پنجه روغن می شارد. آنها 4-5 دهان می گیرند و اشتهایشان بسته می شود. باز کنایه کرده می پرسند که به آش به جای آب روغن انداخته اید مگر؟ بعضا قهرم می آید. در دلم می گویم که تو خسخور باشی، گناه من چیست؟ مردی 4 پهلو که پیشکش کاروان عرابه بود با تبسم شیرین به سرایبان گفت: دستتان درد را نبیند. آش شما از حد زیاد خوشخور بوده است. سیر شده باشم هم تا تگ طبق خوردم. می ترسم که امشب آب سای را دم نکشم و پایان آبخورها بی آب نمانند. از این شربت ها حلق ما تر نمی شود. سرایبان که در راهروی بین 2 صفه سری زانو می نشست عرض نمود که او را ببخشند. چی کاری شما را بخشیم؟ پرسید خواجه کمال. با مهربانی ما را پذیرفتید. با آشی پلوی با لذت ضیافت کردید. خدمت از این زیاد نمی شود. تشنه ماندنمان از گناه خودی ما. می بایست تناب نفس را کمی می کشیدیم. نه استاد، من عذر می خواهم. شما را نشناختم. اگر می دانستم که شما خواجه کمال شاعر هستید، به حولی می بردم. اهل ادب و طرب استراوشن را دعوت می کردم. به زیر پایتان گوسفند می کشتم. تشکر، گفت خواجه. مرا از خجالت آزاد کنید. آمده سرایبان را به پای خیزاند. من همسال فرزند شما هستم. در نزد من سری زانو افتاده اید. خجالت می کشم. سرایبان دوباره معذرت پرسید و 2 بیت از شعر کمال قرائت کرد. ما را نه غمی ننگ و نه اندیشه نام است. در مذهب ما مذهب ناموس حرام است. گو خلق بدانند که پیوسته فلان را رخ بر رخ جانانه و لب بر لب جام است. استاد رخصت دهید 1 کوزه می ناب بیارم تا صبح دم لااقل در اینجا به صحبت شما مشرف شوم. اگر راضی نباشید فردا در حولی ناشتا می کنیم.
بعد به سیر باغ ما می رویم. در دامن کوه انگورزار داریم که حالا غرق پخته است. همانجا گوسفند می کشیم. سلامت باشید. از همت بلند شما سیر شدیم. اگر شتاب نمی کردیم البته به درگاه شما مهمان می شدیم. پدر و مادر، یار و برادران در خجند چشم برای ما انتظارند. پیش از دمیدن صبح ما براه برآمدنی سخن شاعر را تقویت داد راه بلد. کمی خواب کنیم خوب می شد. به ملال باشد به اسبهای ما یک چاچی جو دهید. خوب شد است. به شرط برفتن شما رخصت می دهم که وعده دهید باز می آید و در حوله بنده مهمان می شوید. نصیب باشد البته می آییم، وعده داد شاعر. اینجا دوستانی بسیار داریم. با شما که نان و نمک شدیم باید بگویم که ما قصداً هوا را تاریک کرده به شهر در آمدیم. از ترس آنکه به دست دوستان نافتیم و سفر ما قطع نشود. مسافران پیش از نماز عصر از دروازه غربی کهندیز به خجند وارد شدند. در گذر عرابه سازان با همدیگر خیر خوش نموده به هر سو رهسپار شدند. محمد به اسب عرابه، خواجه کمال به اسب سفید آراسته نشسته به جانب محله تنورگری رفتند. روز جمعه بعد از نماز پیشین در باغ لب سای خواجه عبدالله به مناسبت ختم مدرسه کردن پسر ضیافت آراست. بری جوبار از سطح میدان خیلی بلند بود. چند سال پی هم وقتی تازه کردن جوبار بهاران لایقه را کنده به دو طرفش می پرتافتند. آن وقت از ضرب رفت و آ شیبه خورده به مثل صوفه هموار شده بود. امروز با کلن روی تراش و بوته تراش کرده قالین و کرپچه گسترده نشیمنگاهی با فراغت ساختند که مسافه اش خیلی دراز بود. صوفه از بس که بلند و زیر سایه سیاه بید و لبی آبی روان بود به مهمانان به غایت پسند آمد. جا جا به مسافه 10-12 گز از صحن میدان تا به بلندی زینه ها تراشیده اند که برای طعام کشی آسان شود. پیشخدمتان عذاب نکشند. در لب سرحوض 2 شیپنگ کلان نقشین بود که به هر کدام 30-40 نفر مهمان جای می شد. در یکی علمای و ادبا، به دیگری حاکم و حکما می نشستند. در جایی به اهل مجلس نمایان بکت چوبین 4 پایه اش قبه‌دار مشاقان و حافظان جای گرفته بودند. خواجه عبدالله که مخلص مردم صنعتکار بود جای نشستی هنرپیشگان را از 3 طرف با سوزنی گل پیپاق اشتر آرا داده بود. برای فراغت هنروران به چوب تکیهگاهی کت کرپچه پرتافته به 4 کنج آن بالشتی پریقو نهاده بود. این را دیده بعضی از صاحب مرتبه ها رشک می بردند و به یکدیگر شکایت می کردند که خواجه عبدالله عوام پرور است. برای وی مردی زرگر و کلال صاحب طریقت و چوب تراش یکند. با این فضیلتی که او دارد دل مردانی پشت و پناه دولت را آزار دادن برایشان آسان است. اما در عالم تمدن خواجه عبدالله موقعی دیگر داشت. از روی عقیده وی پیش از همه به عزت و اعتبار کسی بیشتر سزاوار است که برای مردم چیزی بیافرد، مشکل کاری روزگار را آسان سازد و آنی که با هنر خیش به بزم و شادی خلایق شکوه بخشیده دلها را به شور آورد. خواجه عبدالله مرد آبرومند بود. همگان او را حرمت می کردند. هیچگاه از دانشمندی، از سرمایه‌داری، از آبروی و اعتبار خیش افتخار نمی کرد و خودستایی را نمی پسندید. اهل ادب و معرفت را دوست می داشت.
در هر سری مورد به هنرمندان دستکوتاه همتی می نمود، مشکل آنها را آسان می کرد. این خصلت‌های نیکی او در میان خلق آوازه شده بود. مردم او را از ته دل دوست می داشتند. این به عزت نفس عملداران می رسید و آنها به خواجه عبدالله حسد می بردند. بعضی از اشخاصی که هم به نعل می زدند و هم به پاشنه، گاهی می شد که از اغیاران به خواجه خبرهای ناخوش می آوردند و گاهی او را به نزد رقیبان بدکینه قلمداد می کردند و عبدالله به آنها با بیت پسر پاسخ می داد: سنگ بدتینت اگر کاسه زرین شکند، قیمت سنگ نه افزاید و زر کم نشود. دومین شخصی که به خانه دل هر پیر و جوان راه یافته است نصیرالدین تنبوری بود. با این همه آواز دلاشوب، فعل و اطوارش درشت بود. راست قول، سخت گپ و تند مزاج هم بود. از قول صاحب مرتبه های شهر او از آمدنش به عالم روشن پشیمان بود. وی که برای خواجه عبدالله از دوستان قرین بود، بر قصد ناتوان بینان تنبوری به هر جا با او می رفت. در جمع آمدها جانبدار او می شد. از این رفتار و کردار خواجه عبدالله طبع اعیان و اشراف می کاهید و آنها گوشرس می کردند که وی از آینده فرزند خود اندیشه کند، به نفس مردمی توانگر نرسد. من پسرم را نه به نیت آن به تحصیل مدرسه سمرقند فرستادم که برگشته آید و دو دست به پیش گرفته به مدرسان شهر مطیع شود، می گفت خواجه عبدالله. باور دارم که او به این گفته های خیش صادق می ماند. پادشاهان صیدها بندند بر فتراک ها، ما بدان فتراک جانی و سری خواهیم بست. کمال خدا خواهد این فتراک را به زیر پا می گیرد و به سری زین اسب معرفت محکم می شیند. اهل صحبت امروزه این را خوب درک می کردند و در انتظار بودند که نشست اهل طرب به چی می انجامد، خواجه کمال به این بزم چی می خواند. نصیرالدین تنبوری چنان با ذوق بلند سرود خواند که سامعان همه تن به گوش مبدل شدند. سرود چون با بیت بشکن کمال بر سری سجاده توبه را، کانجا چه جای توبه و جای سلامت است، به آخر رسید. مدرس مدرسه سری جوبار از جای برخیست، به سوی شیپنگی که حاکم شهر نشسته بود سری تعظیم فرود آورد و عرض نمود: جناب حاکم، معذرت میخواهم، غزلی که تنبوری خواند نمونه اشعار سالهای پیشین خواجه کمال است. آن سالها ایام شاگردی و نوقلمی شاعر بود و خواجه به علم دنیوی رغبت داشتند. اگر جنابشان اجازت فرمایند خواجه از شعرهای سالهای اوج کمالاتشان بخوانند. شاعر که در لب کت مشاقان و مطربان می نشست به پای خیست، اول رو به حاکم آورده سپس به مدرس با تبسم شیرین گفت: من تا به امروز یقین می دانستم که شعر محصول شور و شرر دل شاعر است. اشعاری که از احساسات سوز دل بیرون می آید پیری و جوانی ندارد. اگر سخن از سرمشقهای من رود آنها را به شخص نخوانده ام. نصیرالدین تنبوری مردی صاحب ذوق نکته سنج هستند.
به هر غزل آهنگ نمی بندند، نمی خوانند. در حضور جنابشان به این آوازخوان و نوازنده ممتاز اظهار منتداری می کنم. اگر به شما عباره‌ای بر سر سجاده توبه شکن معقول نیست، این طبیعی است. توبه به مکان و متاع گسترده احتیاج ندارد. به دل توبه می کنند، به عقل درک می کنند. 100 بار به سجاده سرنهاده توبه گویند و آن از ته دل نباشد، چون لفظ قلبکی باقی می ماند. برای به حق رسیدن سجاده یاری نمی دهد. اینجا یادآور شدند که بنده به علم دنیوی رغبت داشتم. این را خوب درک کرده اید، زیرا در عین زمان نیز به آن رغبتی بیش از پیش دارم. چون خداوند به انسان عقل و ذکاوت عطا کرده است، از آن بهره بردار نشودن از آداب ناشکری است. علم و دانش و خرد را باید رونق بداد. هر فرد که به آموختن علم کمر ببندد، گنجینه های به دست می آورد که آن از چشم شخصی بی علم دور مانده است. بهره‌وری بیشتر هنگامی میسر می شود که از علم دنیوی با خبر باشید. علم آموختن یک است و به عمل تطبیق نمودن دیگر. صاحب فضیلتانی هستند که گفتارشان از کردارشان به کلی فرق می کند. به اصلاح کردار سجاده به آنها یاری نمی کند. باری دیگر عذر می خواهم، ولی عرضه می کنم که شعرهای آخرینم نیز از قبیل آن غزلهای اند که شما مشقهای اول نامیدید. خواجه عبدالله خطاب نمود حاکم: می بینم نوری چشم تند مزاجند. طبع لطیفشان تاب حرف بزرگان ندارد. اگر این تربیت مدرسه سمرقند باشد، ما اندیشه می کنیم من بعد کسانی را به آنجا فرستید که غلام حلقه برگوشند و از آنجا خران پالان بدوش شده برگردند تا توانید نقطه زده سوار شوید. گفته به پیش سخن حاکم اشکل انداخت کمال. مشاقان از جای برخستند و نصرالدین تنبوری سرود را آغاز نمود که به غزل خواجه کمال بود: تا رگ می جنبدم در تن چو چنگ، باشد آهنگم به میخانه چو زنگ. زاهدا رزق از ازل بنهاده اند، در کف ما جام و در دست تو سنگ. نیست ما را در میان مالی پدر، با منت جانی برادر چیست جنگ. سلسبیلی ما و حور اینک به نقد، ساقی گلبو شرابی لاله رنگ. ساقیا می ده که شاهد رخ نمود، موسمی گل شد چه فرمایی درنگ. چون دهان و زلف او بی عکس جام، هست بر مستان جهان تاریک و تنگ. می به آواز بریشم خور کمال، مطربی گر آیدت روز بچنگ. حاکم از غیر چشم داشتی حکما و علما، احسن احسن گویان از جای برخیست و روی به مدرس مدرسه سری جوبار آورد و گفت: مدرس محترم، عرض کردید که خواجه کمال در مدرسه شما درس می گویند. از درس امروز بیشک ممنونید. می دانید که با کدام آموزگار سر و کار آرید. به هر دوی شما در جاده علم و معرفت کشایش ها آرزو دارم.
جناب حاکم، با شتاب زدگی از جای برخاست. سید فرخ مدرس: در اینجا اشتباهی هست. خواجه کمال در مدرسه ما علم آداب و ادب را به عهده گرفته‌اند. من نمیدانم که من بر آنم که شما دو مدرس روزی از کرده پشیمان می شوید. سالی که نکوست از بهارش پیداست. نخواد سرفهم نروید که خواجه کمال با نیت برهم دادنی طریقت و ترتیبات روزگاری ما آمده اند. اگر این به شما روشن نباشد، برای من از روز هم روشن است. خیر، خداوند حکم است و وقت حکم بردار. خواجه عبدالله به پدری کمال روی آورد: حاکم، کوشش کنید که شاعر به دام بدتینتان نافتد و سراپا به باطلاق معرفت بیزاری نغوتد. در محکمه اشخاصی تازه صورت و تازه سریشت را می پرورند. آنهایی که به این آیین صادق نیستند به ما بیگانه اند. حاکم با سخنانی تهدیدآمیز جوش و خروش بزم را فرو نشانده صحبت را ترک کرد و به راه درآمد. اهل حکما، علما و ادبایی که به محکمه نزدیک بودند دنبالگیری حاکم شدند. پدری کمال که همچون مردی بزرگ و مردم شناخته با این گونه تندخیزی ارباب دولت بارها دچار آمده بود، به یار و برادران، دوستان هم مسلک خود بفرمود که بنشینند و بزم را ادامه دهند. آنهایی که از صدق دل به این چنین صورت گرفتن واقعه خرسند بودند، به صحبت شیرین و به عیش شعر و ترانه شوق بستند و دوباره بزم آراستند. نصرالدین تنبوری از خللدار شدن بزم باشکوه شاد شد. خواجه گفت به کمال: امروز در دنیا کسی از من خوشبخت‌تر نیست، ولی در نزد شما و پدرتان گناهکارم. عذر می‌خواهم که پیشخیزی کردم. همین ذات‌های شریف را که دیدم دلم بغض می‌کند. در جایم آسوده نشسته نمی‌توانم. در حال نفرتم می‌آید و غضب‌آلود می‌شوم. بعد پایان یافتن بزم، کمال نزد پدر عذرپرسی آمد. او را به آغوش کشید و عرضی دل کرد: پدری بزرگوار، از ماست که بر ماست. آن سربلندی و حقیقت گویی ها خصلت ارثی من است. این سبق ها را از شما آموختم. ریاکاری شیوه من نیست. نه سیاه را سفید می خوانم و نه مکروه را حلال. به هر چی و هر کس از روی ارزش آنها بها می دهم. مادام که خلق من به آیین مدرسه مطابق نیست، عذر می خواهم. آرزومندی در مدرسه درس گفتن نیستم. فرزند عزیزم، جهان فضل و آداب با محیط مدرسه به پایان نمی رسد. شما شاگرد سید فیروز نیک نامید. به ضمن این شاعر شناخته مردم، هر شخصی که هوس تعلیم شما را دارد گرد آورید، مکتب گشایید، درس گویید. خرج و خراجاتش به ذمه پدرتان. از این باعث هیچ تشویش نکشید. تا زنده ام پشت و پناه شما هستم. از خصوصی نصرالدین تنبوری غم نخورید. به پای او خار نمی خلد. برای ضربه زدن به او اندیشه می کنند. یار و برادرانی دارد که تیارند برای او شده به قصر حاکم آتش زند. وی علمی دیرینه دارد و هیچ کدام اینها را نمی پسندد. هر جا که حاکم و مدرس مدرسه سری جوبار
با وی روبرو آیند، تیارند دست به گریبان شوند. پدر و پسر در شیپنگ پهلو به پهلو خواب رفتند. خواجه عبدالله واقعی از سری تنبوری گذشته را قصه کرد. برادرزاده حاکم شهر بعد نماز پیشین به نصرالدین تنبوری آدم میفرستد که امشب به حولی او بیاید، مهمان دارد. تنبوری به اسب سوار شده سری کوچه می براید. قاصد را دوچار کرده مطلبش را شنیده می گوید: از من رسانید که رفته نمی توانم، به دیه خستیورز روانم. به آنجا وعدگیم که به بزم حاجی های از حج برگشته اشتراک کنم. برادرزاده حاکم جوانی سیرباد برود بود. از دولت و ثروت و از جیان حاکم بودن خود به حد فخر می کرد. با شنیدن سخنان قاصد ناکس گویان با نوده‌ای که در دست داشت زمین را می زد. وی 2 روز پس سری بازار با نصرالدین تنبوری دوچار آمده روی ترش می کند و با قهر و غضب می پرسد: چی در خوجند رزق روزیتان نمی گذرد که باز به خستیورز به گدایی رفتید؟ تنبوری آتش غضب فرو نشانده السلام علیکم تقصیر می گوید: به آدم شما عرض کرده بودم که من او را برای شنیدن عرض به نزدتان نفرستاده بودم. همینش علم می کند که گپی مرا به زمین نهادید، در نزد همصحبتان آبروی مرا ریزاندنی شدید، اما به نیت خود نرسیدید. بی شما هم بزم جمشیدی شد، خوب گذشت. من شادم، می گوید تنبوری. من می شدم شاید اینقدر خوش نمی گذشت. یک خری هنگی را یافته آمدیم که آوازش از آواز شما گذرا بود. خوب کردید. نصرالدین با اضطراب حرف می زند: صحبت خران عادتاً با خر خوش می گذرد. شادم که به بزم خران نرسیدم. وی با 2 نفر همراهش راه بازار را پیش می گیرد و به جیان حاکم نیم نگاهی نکرده می رود. یکی از همراهان در راه تنبوری را آگاه می کند که من بعد با وی معامله درشت نکند. او آدمی بدکینه و هر کاری پست از دستش می آید. برادرزاده حاکم با یاران هم مسلکش عهد بستند تنبوری را چنان تنبیه دهند که به 1 عمر در یادش ماند. حیله و نیرنگ به کار بردند. زنان سبکپای و دله ها را به خدمت جلب نمودند و عقل دختری نصرالدین را دزدیدند. دختر که رام گشت به نشأه بزم و مردینه نوازی عادت کرد. هر بار که پدر به مهمانی می رفت وی با بهانه از حولی می برآمد، به طرب خانه می شتافت. نصرالدین تنبوری با خواهش 3-4 نفر بای بچه ها به طرب خانه رفت. وی از این پیش هم چند بار به اینجا آمده بود. جوانان هر دفعه وقت را خوش می گذراندند. تنبوری را اعزاز می کردند. وی از در آمده دید که جماعت جمعند. در پیشگاه خانه کرپچه های مخملین گسترده، لوله بالین های ابرعشان گلدار نهانده اند. یکی از جوانان به حافظ از پایگاه از قطار پیشخدمتان جای نشان داد. تنبوری خواطر کشید. تنبوری از آهنگ های شوخ 1 تا شود، مهمانان عزیز می آیند. بفرمود جوانی در تگ تیریزه نشسته. مشاق سخن او را همچون خواهش قبول کرد و صوت شوخ دلاشوبی را آغاز نمود. به خانه برادرزاده حاکم با جوانی تیلپک پوش موزدار کمزولی بخملین لاللن
در تن، کمربند زرین در میان، در سر نیم سله طوق پری زرین دار در آمد. خالی کنج لبی چپ جوانی آلفته را فاش ساخت و تنبوری دختری خود را شناخت. دختر برابر دیدن پدر پایش از رفتار ماند، در جایش شخ شد. همراهش از دست او داشت و با زوری به بالا گرفته گذشت. تنبوری خود را طوری وانمود که برایش واخوری ناگهانی نه، بلکه ملاقات مقرری بود. بای بچه ها در حیرت ماندند و کسی از آنها نمی دانست چی کار کند. حافظ تنها آهنگ های شوخی رقصی می نواخت و به همین صوت و نوا سرود می خواند. دختر با امر فرمان فرمایانش به رقص خیست. وی بساز چنان دلچسب می رقصید که اهل صحبت به شوق آمده قدح بالای قدح می می نوشیدند و هیاهو می کردند. برادرزاده حاکم در پایان بزم پیش تنبوری همیان پر از تنگه های طلا را هوا داد. پسری مدرس مدرسه سری جوبار نیز به او پیروی نمود، اما همیان او سبکتر بود. مطرب هر دو همیان را برداشته به بغل کیسه انداخت. پدر و دختر به سوی حوله‌شان روانه شدند. هر دو خاموش به خانه رسیدند. تنبوری صبحدم از خواب خیست، پسرش را از خواب بیدار کرد. بخیز پسرم، به اسب یم بده، عرابه را برار، باغ می رویم. در باغ چی کار هست؟ بروی زنگ تاک ها خاک کشیدیم، هر قدر هیزم بود آوردیم. به مردمی تاکدار و میداندار بهار و زمستان کار یافت می شود. خواهرت را هم بیدار کن، با ما می رود. وی برای چی می رود؟ با ما و تو خوراک می پزد. نصرالدین تنبوری 5 سال می شد که همسرش وفات کرده بود. با پسر و دخترش عمر به سر می برد. دخترش به قد رسیده، پسرش از وی 2 سال خرد بود. تاکزار از شهر 3 فرزند دور بود. آنها عرابه سوار قریبی های پیشین آنجا رسیدند. دختر در حال آتش گراند و به دیگ شوربا انداخت. نصرالدین از دامنه تاکزار جایی نمناک زمینش ملایم را انتخاب نمود و به پسرش فرمود که بیل و کلند، ستیل و رسن بیارد. پدر و پسر چقوری می کافتند. به قدی دسته کلند کافته بودند که پسر پرسید کفایه نیست؟ باز می کابیم. چقوریش باید از قد آدم 3 وجب بلند باشد. داده این بچی لازم؟ چاه می کابیم مگر؟ بود شود به تو می فهمانم. پسر 100 اندیشه نمود ولی به خلاصه نه آمد. چاهی بی آب موافق گفتی پدر کافته شد. بیا رفتیم خوراک می خوریم. کار تمام شود ثانی خوراک خوریم. هر کار در وقت خودش. پدر و پسر به سری دسترخوان نشستند. دختر به آنها شوربا برد و در سری آتشدان به خود طعام کشید. به دسترخوان آمین گفته خیستند. دخترم با ما بیا. گفته او را به لب چقور برد پدرش. به اینجا فرای و چین کن که به قدت برابر شده است یا نه. من چطور به آنجا فرایم؟ گفته دختر ترسید و آهنگی گریختن کرد. وی هنوز به پایان اندیشه نرسیده پدر به چاه تیله داد. دختر داد زنان به زیر چاه افتاد و فغان برداشت. پدر سراسیمه‌وار با کلند
به بالایش خاک کشید. دادرش با دو کف دست سرش را داشته رو به خاک نهاد. نالش کنان از پدرش پرسید: داده، نخود علاج دیگر نیست؟ این سؤال بی مورد بود، زیرا 2 ماه آخر رفتار خواهرش دیگر شده باعث شبهه و بدگمانی او گشته بود. علاج دیگر هست پسر، باید که من با او جای عوض کنم. اگر راضی باشی کلند را بگیر، من به چقر فرایم، به بالایم خاک کش. لیکن دانسته باش که خواهر تو لوبتی طربخانه شده است. من شب او را از آغوش برادرزاده حاکم گرفته آوردم. پدر تلپک، موزه مردانه، کمربند، تاج تغدار از چشم خورجین برآورد و زیر پای پسر هوا داد. دادر فاحشه گفته داد زد. با غضب کلند از دست پدر گرفته دیوانوار بالای خواهر خاک کشید. وی خاک می کشید. پدر 2 همیان شب از بزم خانه گرفته اش را از کیسه بغل برآورده از سر دختر تنگه طلا می پاشید. خاک چون تا به گلوگاه دخترش رسید، نصرالدین از خورجین تنبور خردی را بیرون آورده، صوت دلخراش را نواخته با آواز بلند سرود می خواند که صدای ناله و فغان دخترش را نشنوند. ای فلک دادی پدر می شنوی، تو نبینی منو چون تیز دوی. بیخی عمرم ثمری نآورده، تو به داس غم و کلفت دروی. چون دختر زیر خاک شد، پدر فریاد کشید. سر بر روی خاک مزار دخترش نهاده اشک می ریخت و ناله ها می کرد. نهایت بیحال گشته سر خاکدان به خواب رفت. سحری روزی دیگر به جاگه پسرش رفته از خواب بیدار کردنی شد. دید که پسرش سر بر روی 2 زانو نهاده می گرید. پسرم، جان و جگرم، من بدبختم، وگرنه از مادرت جدا نمی شدم. مرا ببخش، بود و شدی این درگاه از آن تو. من با خواهرت به سفر می برایم، فراموش نکن با خواهرت. هر کی پرسد بگو که به کاشغر رفته ایم. شما گفتار دوم را از روی رمن اعظم صدقی پیرهی قسمت شنیدید که آن به 675مین سالگرد بزرگداشت شاعری شهیر تاجیک کمال خوجندی بخشیده شده است. عبدالقادر منیازف قرائت کرد. انجام گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.